سلام، من آریا هستم و به ویدیو جدید دیگه خوش اومدین. امروز قراره این کاردستی که پسر خاله عزیز آورده رو درست کنیم و یکی از ساده ترین کاردستی های کلاس 8 صفحه 46 هستش. هم کلاس 8 کتاب کلاس 8 کار و فناوری صفحه 46 اینو قرار درست کنیم. مدارش به این صورتی که می‌بینین دو تا باتری 1.5 ولتیه که به صورت سری یا متوالی به هم وصل شده و شده ولتاژشون 3 ولت. وصل شده به یه دونه LED 3 ولتی و LED روشن شده. خیلی مدار ساده و بسیار مبتدیه میریم برای درست کردنش. اول از هر چیزی نیاز داریم به دو تا باتری 1.5 ولتی یا به قول معروف توی ایران اینا رو باتری های قلمی میشناسن، یعنی یه قلمه اندازه قلم. به این صورت قرارش میدیم. ما چون باتری نداریم میخوایم به صورت سری بهتون بگم چه جوری قرار میگیره. یکی از باتری‌ها به این صورت این قسمت مثبتش میخوره به صورت به منفی، یعنی به این صورت وصل میشن و حالا اگر منفی این و مثبت اینو به هم بزنین شما 3 ولت ولتاژ دارین. برای اینکه کارد جمع‌تر بشه ما اینو به این صورت قرارش میدیم، چسبش میزنیم و بعد از اون مثبت و منفی اینو تو این قسمت با یه دونه جامپر یه دونه جامپر فلزی تو این قسمت لیمش میکنیم که این کارا رو انجام میدیم. از هر کاری این دو تا باتری رو به این صورت با چسب حرارتی به هم میچسبونیم تا چسبیده بشن و بعد از اون باید این قسمت ها رو با یه دونه چاقویی بتراشیم تا لیم کاری ما ساده تر بشه. این کار رو انجام میدیم، هم این قسمت رو میتراشیم تا بتونیم قلع روی این قسمت سوار کنیم و بعد از اون هم با اون جامپری که داشتیم این دو تا مثبت و منفی رو به هم لیمش کنیم. این صورت به هم متوالی کردیم و وصلشون کردیم، مثبت این به منفی این. حالا کافیه که یه دونه کلید برای روشن خاموش کردن که یه میکرو سوئیچ استفاده می‌کنیم توی این قسمت قرارش بدیم. قبل از اون سیم کشی کلید و باتری و LED رو انجام میدیم. این LED که استفاده کردیم یه LED آبی رنگ هست، 3 ولت. مثبتش همون پایه‌ای که بزرگتره و منفیش همون پایه کوچیک‌تره. به این صورت اگه الان وصلش کنین به این صورت می‌بینید که LED روشن میشه، ولی می‌خوایم یک سره نباشه و مدارکشیش انجام میدیم. برای مدارکشیش یکی از پایه‌های مثبت رو برای مثال به صورت مستقیم به LED وصل می‌کنیم و منفیش وصل میشه به کلید، از کلید وصل میشه به منفی باتری. وقتی اون کلید رو بزنین این اتصال صورت میگیره و این LED روشن میشه. این کارو انجام میدیم و میایم برای تست. کار سیم کشی به این صورت انجام میشد که همونطور که می‌بینید پایه مثبت خورده به کلید و از کلید خورده به پایه مثبت LED و پایه منفی LED هم به صورت مستقیم. حالا اگه کلید رو فشار بدیم همونطور که می‌بینید LED روشن میشه و یه نور آبی رنگ زیبایی داره و همین سادگی میتونیم یه مدار درست کنیم. و مرسی اینجا همراه من بودین و اگر از این ویدیو خوشتون میاد حتما کانال من دنبال کنید تا یه ویدیو خفن و جذاب دیگه. فعلا خدا نگهدار.